چند تا سوال اساسی راجع به کوروش وجود داره که بد نیست شما هم بدونید. چرا روز جهانی کوروش در هیچ یک از تقویم‌های سازمان ملل ثبت نشده و مردم دنیا روز جهانی کوروش رو نمیشناسن؟ اگر کوروش یکتاپرست بود، چرا کوروش در منشور حقوق بشر که همه اونو منسوب به کوروش میدونن، بارها و بارها مردوک بت بزرگ بابل رو ستایش کرده و میگه با یاری او بابل رو فتح کرده؟ چرا تو هیچ کتاب معتبری از تاریخ و ادبیات ایران نامی از کوروش نیست؟ سعدی، حافظ و بقیه شاعرای بزرگمون نامی از کوروش کبیر نبردن؟ مگه شخصیت قابل ستایش و بزرگی نبوده؟ چرا حتی فردوسی که کتابش داستان زندگی سلاطین مختلفه اسمی از کوروش نبرده؟ فردوسی که از شاهان و حکومت‌های قبلتر از هخامنشیان و بعدتر از اونا نام برده، یعنی نمیدونسته کوروش چه کسیه؟ اگه کوروش در بین ایرانی‌ها شخصیت معروف و بزرگ و با عظمتی بوده، چرا در تمام ایران نمیتونیم کسی رو پیدا کنیم که نام پدر بزرگ یا یکی از اجدادش کوروش باشه؟ تا قبل از محمد رضا پهلوی اسم کوروش شناخته شده نبوده و شخصیت کوروش به اندازه‌ای برای ایرانیان ناشناخته بوده که این نام رو برای پسراشون هم انتخاب نمی‌کرد. برخلاف سایر اسامی پادشاهان پارسی در میان تمام دوستان و بستگانتون بگردید و شخصی رو پیدا کنید که اسم یکی از اجدادش کوروش باشه. آثار امپراتوری روم در سراسر اروپا، در تمامی جزایر مدیترانه، در شمال آفریقا، در مصر و خاورمیانه و ترکیه وجود داره و این ثابت میکنه که روم زمانی امپراتور برتر جهان بود. اما آثار دوران کوروش کبیر که طرفدارانش مدعی‌اند بیشتر آسیا و آفریقا زیر فرمانش بوده، در هیچ سرزمینی وجود نداره جز تخت جمشید خودمون. حتی خرابه‌ای، ستونی، چیزی که ثابت کنه که این بنا مال دوره کوروشه وجود نداره. چطور میشه شخصیتی اینقدر امپراتوریش بزرگ باشه ولی از تمدنش هیچ اثری در مستعمراتش باقی نمونده باشه؟ این نوشته‌های عدالتگرانه و این همه جملات زیبا رو از کجا و کدوم منبع تاریخی ترجمه میکنن؟ چرا فقط ترجمه فارسیشون دست ما میرسه تو واتساپ؟ لطف کنن منبع پارسی یا عبری و یونانیش هم ذکر کنن تا ما بهش مراجعه کنیم و بفهمیم کوروش کی بوده. اصلاً چرا هر وقت اسمی از کوروش برده میشه پشت سرش اونو دقیقاً در مقابل اسلام قرار میدن؟ این همه مطلبی که در مورد کوروش ساخته میشه، اولش به نظر میرسه که میخواد یه شخص ایرانی رو از هویت و گذشته خودش آگاه کنه، ولی در اصل یه جوری طراحی میشه که ابتدا رگ غیرت ایرانی رو به جوش بیاره و بعد بدون اینکه هیچ ربطی به اعتقادات یه مسلمان داشته باشه میاد و اونا رو در مقابل هم قرار میده. یعنی به عبارت دیگه این مدل متون کاملا موذیانه باور خواننده رو به نحوی طراحی و برنامه‌ریزی میکنه که شخص خواننده ایرانی حتما باید یکی از این دو رو انتخاب کنه، یا مسلمون باشه و ضد هویت و فرهنگش، یا اینکه اعتقاداتش رو بذاره کنار و بچسبه به تاریخ و هویت. یعنی اصلا امکان نداره یه نفر هم مسلمون باشه و هم تاریخ کشورش رو دوست داشته باشه.